اینجا. از بالا ما رو تعقیب کرده ایستادن. باید زودتر حرکت کنیم. بله. در ترکیب رنگ آن ماده مخصوص را عیان نموده از فعال بودن قطع میکنم پولاد جان. چی مشکلی شد؟ اداره کردن نمیتونم. گرمی تیاره بلند میشود. پیشروی هست محترم پروفسور؟ اون را شد درست کرده توانستیم، اما به تواناییش تأثیری منفی رسانده ایستاده است. به نظرم در این ساحه بسیارتر فکر کنید محترم پروفسور. تا حد امکان کوشش میکنم. شما روح افتاده شدنم را ندیده ایستاده اید. از شما به انسان ها بسیارتر فایده رسیدن را انتظار بودم. از بینمان بر وقت رفتنتان مرا غمگین ساخت. به من یک امکانیت دیگر دهید. فهمو. به شما یک امکانیت دیگر. کار را دوام دهید. متشکرم. کار را بود میکنم گفته بازیچه‌ات را از دست داده ای؟ خطا میکنی دوستی دیرینم. ما تنها با علمدار یک بازی شبخاور کردیم. مقصدت چی بود؟ بازیچه نود را نشان داده واهمه کردن بود؟ مقصدم از نزدیک شناختن علمدار، فهمیدن آن که تا کجا دستش میرسد. اگر علاج شود به مانند او افسر استحصال میکنم. نه، سرکار بودن پروفسور را فهمیدم. در ساحه ارتش بابل کار کرده ایستاده ایم. یس. در روزهای نزدیک به مقصدم میرسم. پولاد علمدار در لابراتوری استحصال شده است؟ نه، لیکن مانندش را آرا دادن امکان ناپذیر نیست. در شرق قوه علم زیاد است. ترکا با آن قوه ایمان میگویند. با خبر باش. در لابراتوری مولکوله های ایمان بینی به من خبر ده. مولکوله ایمان انترسان. فوق‌العاده انترسان. باری نو را چطور میاری؟ یا با کبوترهای خطکشان؟ حالا دنیای کبوترهای خطکشان از بین رفته است اریل. من با فینیکس کارم را حل میکنم. کدام فینیکس؟ فینیکسی که از 100 برگ حاصل می شود. بیا. خبرها خیلی بد. فینیکس را دیگر استفاده برده نمیتوانیم. یعنی نمونه در دستت بوده میم بد نیست.
من تیاریم را دیدم دوست عزیزم. تیاره که به سرنشینی داره می شود. زال 500. معلومات ها از آرایشات تا سنجش در آنجا هستند. من در همه حالت آماده ام. دوست در حقیقت به نامش لایق است. دزدیدن این معلومات از دزدیدن تیاره دیده دشوارتر بود. درست است. با این معلومات فینیکس از نو با گفته ترک ها همچون پرنده ان که از نو تولد می شود. فرمولای در نمایان شدن را من یافتم. چطور در نمایان شدنش را نیز میدانم. برابر نمایان شدنش بوم ترکید. با چشمان خودم دیدم. این سیستم رادار را به مقامات لازم روان می کنم. من بعد فرمولای در دستشان بوده یگان فایده نمی آورد. البته فایده نمی آورد. من به نزد آنها برای فایده آوردن نرفتم. برای جزایشان را دادن رفتم. بار دیگر تکرار نکردن این کار را وعده دادید. فراموش نکنید. نه، دیگر تکرار نمی کنم. من همتان رو به قدر کافی هم مانده کردم و هم غمگین. هنگامی در آنجا بودن یگان چیز دقتتان را جلب کرد؟ در آنجا یک پروفسور نوبکار بود که با تجارت مواد مخدر مشغول بوده است. بسیار مرد رذیل. از من پنهان کرد، اما من از قیدهای دفترش همه‌اش را فهمیدم. این آدم در کدام ساحه فعالیت داشت؟ نمود نوی دارو ترکیبش رو من دیده نتوانستم، اما دیگر فعالیت کرده نمیتواند. خواطر نشو. این را از کجا میدانید؟ چون که به او هدیه الوداع را تقدیم کردم. ماده‌های خانم سلجوقلو را خواهش کرده بودید. اینجا بذارید. ببینیم در این محلول چه است. استاد با شما چی شد؟ لابراتوریای هفتم عاجلا بیاید. پروفسور زهرالود شد. حالتهای فوق‌العاده 715 مسئولان به لابراتوری هفتم روان شدند. حالتهای فوق‌العاده 715 مسئولان به لابراتوری هفتم روان شدند. ساختمان حالا با آخر نرسیده است.
فینیکس رو در کجا استحصال میکنی؟ در طور که هر کسی که استحصال کرده تواند به همان کس مراجعت میکنه. قزوزاده ها. امنیتی روس بشبه جستجوی طیاره را دوام میدهد. قزوزاده ها به این توکل وارد میشده باشند. شخصی در کار است که چنین جسارت رو داشته باشد. جناب، پروفسور در آزمایشگاه هلاک شد. این چی طور شده باشد؟ یاورش محلولای پروفسور انادولو را به آزمایشگاه آورده است. فکر میکنیم که از محلول نابود شده است. انادولو. میخوای که انادولو رو بیارم؟ گویا که آورده میتوانسته باشی. اگر او حاضر به دست افتد میکشم. تو به من دزد را بیار. چیزی که شود اریل، تحقیقاتم را به آخر میرسانم و آن روز یگان کس به بابل ضدیت نشان داده نمیتواند. الو. باری دیگر به زنگم دیر جواب دهی تو را میکشم. ای مرا شنیدی؟ حاضر گپ زدن نمیتوانم. بس روغایی که ارسال میکنم بیا. ونچیکوف به تو سلام گفت. بلا زند. من باشم به خونت تشنه‌ام الکس. طیاره ارتشمان را دزدیده، نامت را در تاریخ ما ثبت نمودی. اگر به من یک امکانیت دهی طیاره را به تو برمیگردانم. به تو امکانیت میدیم که کلمات را عرض کنی. روبا مرا نکش. التجا میکنم مرا نکش. نه از من بلکه از خدا التجا کن. امکانیتت را از دست دادی. ایستا در پس این کار که ها هستن نمیدانی. این چی فرق دارد؟
من ونچیکوف را میشناسم. تو را با شخص شناس میکنم که از ونچیکوف هم پرقوت‌تر است. چقدر پرقوت؟ تا آن درجه‌ای که گذرگاه نوی مواد مخدر را اداره کرده میتواند. سنجی است برادر؟ شهادت نامه را از بازار خریدی چی؟ عذر میخواهم. من بیماری را آوردم. برای فرآوردن کمک کنید. بیمار را نباید تو بیاری. شرکت های مخصوص هست. من با یاری تاجیلی خبر میدهم. یاری تاجیلی لازم نیست. وضعیت نه اونقدر وزنین است. کمی کمک کنید کفایه است. خیر مایلت. مادام که یک روی کردی بیمار را یک جای میبریم. یه آشنا اینجا خالی کو؟ از تراسیمگی بیمار را فراموش کردی چی؟ راسکولن با تو خواب خوش میخواه. روبو اندری سورپریز خوبی یگانه ای امروزه. مرحمت. در اصل مرا سورپریزی بد میگویند. مرا باشد سایه شیطان میدانند، لیکن دلی دارم که فرشته ندارد. زبان شیطان را تیزتر میفهمم. بسیار خوب. این طور باشد جناب اندری، برای دوستی پایدار می نوشیم. خواهشمندم از من گیره. اکنون با گپ زدن شروع کردی. الکساندر با شیطان دوستی نزدیک دارد. این را قبول کنید. برو باید گذرگاه نوی مواد مخدر سخن کردم. راه افغانستان و اروپا را از نو آرایش دادم. اگر در راه بابل راه گشتن خواهید به شما هم راه میدهیم. تو از من چی میخواهی؟ با اردیناریوس همکاری کردنتان را شنیدم. به من شخصی لازم است که به مانند او باشد. با مانند اردیناریوس کسی نیست. خوبترش را پیدا کنید. برای من فرق ندارد. در داروسازی تجربه داشته باشد کفایه است. چگونه آدم را میخواهی میدانم، اما او در محبس است. در روسیه؟ نه، در استانبول. انا این خبری خوش است. نامش زرکاف است. 5 سال پیش از روسیه آمده است. 3 سال است که در محبس است. تا به حبس در آمدنش یک جای کار میکردیم. داری خواهش کردم را تیار کرده میتواند. زرکاف در بین زنده بوده ها یکی از بهترین هاست، لیکن بیماری روحی دارد. ما او را در روسیه دیوانه میگفتیم. اختیار در دست شماست. قرارت چیست؟ در نزد دادستان اعلام میکنم که زرکاف بیگناه میباشد. او را آزاد کنید.
даромади ман чӣ мешавад? муҳтарам андрей, ман дар ҳақиқат барои кори маводи мухаддир вақт надорам. ман танҳо барои дору ашёи хом таъмин менамоям. барои ҳамин метавонед назорати гузаргоҳро ба зимма гиред. барои дӯстӣ менӯшем. барои дӯстӣ. менӯшӣ? ягон чиз наменӯшам. имрӯз ба қадри кофӣ нӯшидам. мехӯрӣ? ташаккур. пеш аз омадан хӯрок хӯрдам. метр сер шуда омадааст? сер шуда омадам, аммо баробари дидани ин манзара варам кардам. ба ту гуфта будам ин одами пулодалимдор аст. бале. ин корат беподош намемонад. ӯ расколнро фиреб кард. ҳоло бошад ҷавобашро медиҳад. худат медонӣ. вале дон ки саратро зери бало мемонӣ. раскон сарашро зери бало мемонад, лекин на зери хок. барои одамони хоболуд зарков дар инҷост. дер боз ба маҳвас надар омада будам. بیا جاهید. ака бо одамони амният ҳам суҳбат шудам. оиди киштӣ ягон навигариам нест. молҳоро наёфтаанд. бори киштии бузург ногаҳон аз байн намеравад ҷоҳид. ҳатман бояд ягон из дошта бошад. ака мумкин аст ки молҳоро ба хориҷа кашонида бошанд. не ин тавр нест. агар ин тавр мешуд, киштиро дар назди истанбул гузошта таваккал намекарданд. молҳои дар киштӣ буда ба туркия кашонда шудааст. бо эрҳан ҷустуҷӯро давом диҳед. шояд ягон хабар меёбед. агар молҳоро дар бозор фурӯхта бошанд, ягон кас ҳатман хабардор мешавад. фаҳмидам ака. эрҳан бархез, меравем. тинҷи аст ҷоид. ба куҷо? ба ту барои либоси домодӣ харидан меравем? ҳа эрҳан, ҳамин либоси домодӣ намерасед. аббос пеш гузар, меравем. пеш мегузарам. ака, ба ман ҳам ягон ангуштарини зебо мехарем? худо ба ман сабр деҳ. салом. ман қутии рақами 46ро меҷӯям. лутфан бо ман биёед.
مرحمت، قوطی رقم 46 در اینجا است. شهادت نامه‌تان را میدهید؟ البته. برای چی پرسیدید؟ سببش رو میگویید؟ صاحب قوطی اوکتامیر ترک می باشد. شهادت نامه برای نظارت ضرور است. بله، از آن وی بودنش را میدانم. این کلید را به من خودش داد. در قوطی اشیایی را برای من گذاشته است. میفهمم جناب، لیکن برای کشادن این قوطی با ما اجازت جناب اوکتام لازم است. فهمو. این طور باشد با او و میخورم. تشکر. سلامت باشید. واقعا دیر باز نخورده بودیم. زنگت رو دیده خرسند شدم. متی احمر، از تو یک خواهش دارم. به تو یاری داده توانم خرسند میشدم. در پشت مرکز قوطی هست، آن رو باید بشویم. اگر اونو حل کرده توانی گفتت رو پرداخت میکنم. در بین ما کلمه پرداخت جای ندارد. حالا باید تلفن رو خاموش کنم. خدا یارت بود. تو باز دید. لبای شخص نزد تو آمده است. این بی‌خاصیت کیست؟ دادری من نیستی. تو روس هم نیستی. تو دیوانه ای؟ دیوانه ای؟ مرا یک سو گذار. به تو خبری خوش آوردم. میدانم از اینجا برایم نابود میکنند. باز یکان خبری نو هست. خبری خوش است. تو را از اینجا آزاد میکنیم. نه خود، من از اینجا یگان جا نمیروم. تمام، میدانم دشمن داری، لیکن ما تو را حمایه میکنیم. این دارو را خور. کمی پس از هوش میروی، لیکن نترس، خطرناک نیست. وقتی به بیمارخانه بردن تو را میگریزانیم. رو از اینجا دفع شو. برای ایستگو مرا ناراحت نکند. مرا اندری روباه روان کرد. ولی اندری روباه مرد؟ نه، زنده است. با تو باور نمی کنم. از ما نترس، فهمیدی؟ با تو کار کردن میخواهیم. و باز در اومد خوب به دست میاری. واخوری به آخر رسید. میخوام به حجرم روم. نه گوش کن. میخوام به حجرم برگردم. نه به حجرم. ایستا گوش کن.
واخوری تمام. یک دقیقه. حالا با او گپ دارم، باید واخوری صحبت کنم. تمام، برو از اینجا. حالا گپ دارم اخیر. من باید با او صحبت کنم. گوش کنید. خواهش میکنم. باز 2 دقیقه دیگر اجازه دید. خواهش میکنم اخیر. این چیست؟ به فکرم خطا شده است. به این چی شده است؟ زهر خورده است. یا توبه. دغلی آدمی پولاد علمدار آمده است. تو را دیدن میخواهد. این آدمان باز از من چی میخواهند؟ نمیدانم. اینجا بیارم. تو چی سفسطه میگویی؟ بیاید. از من چی میخواهی؟ برای چه آمدی؟ برای خبرگیری بیمور آمدم. اگر برای خبرگیری آمده باشه اینجا با آداب شین. در طایفه ما با لباس شیمک هستیم، به آداب نمی شود. بشین. با استانبول با مقدار زیاد مال در آمده است.
آیا خبر داری؟ چقدر مال در آمده است؟ یک کشتی. دیگر یگان کس در چنین حجم بزرگ تجارت نمی کند. توکل زیاد دارد. این فروشنده نو می باشد. نو یا کهنه فرق ندارد. حالا دولت راه جنوب شرقی را محکم کرده است. از آنجا به اینجا گذرانیده نمی شود. با راه دیگر آورده ایستادند. از این خبر ندارم. اگر نشنیده باشم این خبر دروغ است. اگر تو دروغ گفته باشی؟ پرسیدی جواب دادم. ما دروغ نمیگوییم. خوب. اگر یگان خبر شنیدی مرا خبردار کن. مایلش. اگر یگان خبر شنیدی و نگویی گوشت را میبرم. بعد تو رو بگوش میگویند. جناب، اکا ایران می آید. چی گفته ایستاده ای؟ زود اینا را جمع کن. بخیر است بچه ها؟ اکا ایران خوش آمدی. نوری دیده. رو چای بیار. زود میارم جناب. مرحمت شنید اکا. شنید. کاش که بر وقتر خبر میدادید. تیاری میدیدیم. تشکر، لازم نیست. این آفتاب از کدام طرف برآمده باشد؟ در این روزها در حجم کلان مواد مخدر آوردند. آیا این را تو شنیدی؟ برای همین را پرسیدن آمدم. اکا ما از مواد مخدر توبه کردیم. این را شما میدانید. دیگر در تماس نیستیم. دروغگویی را بس کن. به تو نمیزیبد. به خدا اکا ما بس کردیم. آن کارها را بس کرده بلون پختن شروع کردی؟ آیا این آرد است؟ اکا به خدا به کودکان نمی فروشیم. تنها به توریست ها و بای ها می فروشیم. آیا فروش زهر بابای توریست می شده است؟ تو با من گپ زن که در وقتهای اخیر با استانبول در حجم کلان مواد مخدر وارد شده است. وارد نشده است؟ دیگر این کارها لذت اولش را ندارد. یگان کس با حجم کلان وارد نمی کند. با من دروغ نگفته ایستاده ای؟ نه اکا، با شما دروغ نمی گویم. اگه خواطر نشوید یگان گپ شود زود خبر میدیم. یعنی که کشانیدن سلاح و مواد مخدر نقشه خودت است؟ بله، رئیسم از این کار خبر ندارند. این آدم دروغ میگوید. وقت رفته ایستاده از قماندان. بهترش او را بکشیم. آرام شو پسر. ما در اینجا نماینده حقیقت و عدالتیم. او را در محبس جزا میدهند. قماندان، رئیسش آمد. بیاید. مرا دعوت کردید قماندان یاسین. این آدم را میشناسی؟ میشناسم. یکی از آدمانی من است. حاضر از این کارهایش با خبر شدم. به شما چرا نقل کرد؟ با ما بغیر از نام کشتی دیگر یگان چیز را نگفت. کشانیدن مواد مخدر و سلاح را خودش با نقشه گرفته است. ایستو.
آقای سیهون چی کار میکنی؟ یا شما کشید و یا من خودم. این آدم رو کسی نمیکشد. او به جوابگری کشیده میشود. او را به ما ده، خودمان او را جزا میدهیم. با من گوش کن. تو را برای جزا دادن جیغ نزدم. من بعد یا آدمان درست را انتخاب میکنی یا نتیجهش چی میشود میبینی. من میخوام که نام قبیله ام را تازه کنم. قماندان یاسین، در این زمین خائن ها را پیدا کرده، برای تازه کردن به شما یاردم میدیم. سلاحات را فرار. آقای سیهون، آقای سیهون. تمام آقای سیهون، میتوانی روی. دستانش را کشا. قماندان، برای چی سلاحتان را در روی میز گذاشته؟ او احتمال کشتن را داشت. او را سنجیدم پسد. برای چی با من و خوردن خواستی؟ چی کار کردی دانستن خواستم. با تو به قدر کافی کمک کردن نتوانستم. اگر کلید از اوکتم گرفتم را در نظر داشته باشی غمگین نشو. این کار را امشب حل میکنم. چی خیل؟ در کجا بودن کلید را فهمیدم. تنها نمیدونم که در قوطی چی هست. اگر آن را فهمم این مسئله حل می شود. یوسف، چرا کشو درفشان گپ نمیزنی؟ چی از من تا حال شبه داری؟ نه، آید تو یگان شبه ندارم. به صمیمی بودنت باوری دارم، لیکن اکنون حاجت به صحبت نیست. من چیزی را که میخواستم فهمیدم و حالا میخواهم همش با آخر رسد. این رو من هم میخواهم. این طور باشد تنها یک راه است. این هم باشد تماما از حیات من برآمدنت است. برای چی این طور میگویی؟ چون که برای به حیات نو آغاز کردن این یگانه راه می باشد. من فکر کردم اجازت میدهی که در نزدت باشم. نمی شود. نمی توانم. اگر تو در حیاتم باشی من روحم رو دوام داده نمی توانم. اگر من روم همش درست می شود. حقیقت عوض می شود. حقیقت من عیان است. برای فراموش کردن دیگر چیزها تا توانم کوشش میکنم. التماس دیگر صد راهی من نشو. تو میفهمی که از من چی طلب داری؟ این برای هر دویمان هم خوب است. من حیاتم رو عوض کردم. من بعد این آسان نیست. در این حالت برای آسانتر نمودن حیاتت کوشش کن.
من به تو همین قدر گپ داشتم. ягон хабар оварди эрҳон? не ҷоҳид, аз ин кор ягон кас хабар надорад. агар мол ба бозор ворид мешуд хабардор мешуданд. фаҳмо, ту дор, ман меоям. саломат бош. ҷоҳид тинҷӣ аст? тинҷӣ эрҳон. аббос, ту инҷо ист. истодам ака. ман чаро истодам ака эрҳан? ин корҳои шахсӣ аст. ташвиши оиладор шудан дигар аст. хуб. фикр накарда будам ки ваъдаи харид карданатро зуд ба ҷо меорӣ. ин ҳафта ҳама корҳо зуд амалӣ шуда истоданд. шикоят дорӣ чӣ? ман аз ҳаётам мамнун мебошам, аммо ту ба ман баробар шуда метавониста бошӣ. агар ту дасти маро сар надиҳӣ ҳамааш хуб мешавад. ту дар куҷое бошӣ ман ҳам ҳамон ҷо мешавам. ин тар бошад рафта чизу чораи арӯсии туро ҳал мекунем. دوستم خوش آمدی. خوش باشید. با تو دوستم میگویم برای آن که مرا خلاص کردی. برای تشکر گفتن فرصت نداشتم. مهم نیست. در کار بود کردم. میدانم از شورا سپاری شده بود، لیکن از دلیریت و حیرت افتادم. بر ضد علمدار کمر بستن به فایده هممون می شود. خیلی که گفتم من وظیفه‌ام را اجرا کردم و این به پولاد علمدار علاقمندی ندارد. انترسان. در اصل به علمدار بسیار مانند هستید. با این چی گفتنی هستید؟ یعنی اگر در یک طرف می بودید بر ضد شما برآمدن دشوار می شد.
شدن این چیز امکان‌پذیر است. من با راه خودم میروم. این طور باشد من در جای درستم. فکر میکنم که به موضوع اصلی نزدیک شدیم. بله. اگر در خاطر داشته باشد در واخوری یکم برای همکاری شفاهان راضی شده بوده. فکرم همان است. در دستم معلومات نامه یک طیاره بی سرنشین دارم. باید بگویم که این طیاره خصوصیت های جالب دارد جناب یوسف. میخواهم که برای استحصال این واسطه فابریکه شما را استفاده برم. برای چی فابریکه های خودت را استفاده نمیبری؟ در امریکا و اروپا مسئله پتنت خیلی وزنین است. در مدت کوتاه استحصال زیاد را به جا آورده نمیتوانم. چون که پروتوتیپ مال دزدی است. مال بهترین ارتش روس می باشد دوستم. برای گذرگاه قاچاق نو اهمیتی حیاتی دارد. اگر تکلیفم را قبول نماید باید در مدت کوتاه به استحصالات شروع کنیم. اگر ارتش روس بر ضد من براید مانع شده میتوانی؟ ایزی اشیا را نیست میکنم، لیکن با طیاره باید کمی تغییرات دهیم. فکر میکنم که در خولدینگ قزوزاده این کار را عملی کرده میتوانیم. راست میگویی. این مول دقت کنان را جلب میکند. این طور باشد دقت شما را چطور جلب کرده میتوانم؟ منفعت هولدینگ قزوزاده ها برای من جای اول را اشغال میکند. با برابری به قدر کافی استحصال نمودن تمام حق استحصالات را به شما میدهم. به من باور کنید دوستان، این مال را در کدام بازاری که خواهید فروخته میتوانید. پروتوتیپ طیاره بی‌سرنشین از روسیه دزدیده به ترکیه آورده شده است و درست بودن این ادعا تصدیق شد، اما این کار را کیها کردن نمیدانیم. من این را میدانم خواجه. آن واسطه را برای گلگه دزدیدند. با این کار چه مقصد داشته باشد؟ محافظت سرحدمان قوی تر شده ایستاده است و او بر ضد این برای خودش راهی برآمد را کافته ایستاده است. در آخر وقتی که در یوکسیکا و گذرگاه محکم می شود، او با راه هوایی می گذرد. این آدم در ترکیه برای استحصال چنین طیاره ها امکانات و پایگاه دارد؟ از آن خودش را ندارد. برای در ترکیه عملی نمودن وقتی لازمه نداشت، اما در این میان حتما شریک پیدا خواهد کرد. ما هم بر ضد این محاربه های تکنولوژی باید تیاری ببینیم. در این حجت استاد انادالو آیدی طیاره بی سرنشین و در رادار نانمایان بودنی طیاره های خیالی معلومات ها داده است. خواجه این لایحه بسیار مهم است. بعضی هایش به آخر رسیده است، بعضی هایش باشد در زینه انکشاف یابی است. بعدی از نظر گذرانیدن آدمانتان برای به زودی استحصال کردن، استاد انادالو تا توانستند به شما یاری خود را میرساند. گزارش مسئله پترول طول یک ماه دوام کرد و حالا باشد به آخر رسید. دیدن میخواهی؟ زینب چی فکر داری؟ اگر یگان چیزی مهم نداشته باشد با بایگانی وارد کن. یک چیز گفتن میخواهم، ولی خشمگین نشو. با فکرم تو دیگر کار کردن نمیخواهی یا اینکه به استراحتی در روز مدت احتیاج داری؟ مگر من آدمی بد هستم؟
زینب تو در زندگی بهترین انسانی. ده ها آدمانی هستند که حیاتشان را نجات داده ای. با مانندی من کسی رو که پرسی چون این جواب را میگیری؟ با تو چی شد؟ میخواهی که نقل کنی؟ باید به یک قرار بیایم. این برای حیات خودم خیلی مهم است. لیکن نتیجهش نه تنها به من بلکه به بسیار آدمان تاثیر میرساند. این طور باشد تنها یک مرتبه غم دیگران رو نه، غم خودت رو خور. باوری داری که همینجاست؟ از فکرت گشته باشی برمیگردیم. من با تو به همه جا میروم. Аквапарк «Дельфин» с нетерпением ждет своих гостей. По своей красоте он превосходит все аквапарки Таджикистана. «Дельфин» зовет купаться. مؤسسه تعلیمی TM International داوطلبانро барои таҳсил дар соли хониши 2016-2017 ба донишгоҳҳои пешрафтаи ҷаҳон ба монанди Амрико, Британияи Кабир, Олмон, Полша, Малайзия, Қибриси Шимолӣ ва дигар кишварҳо даъват менамояд. ба донишҷӯён тахфифҳои махсус аз 30 то 100% пешниҳод карда мешаванд. муассисаи TM International ҳамчунин баҳри баландбардоштани малакаи забондонӣ, омӯзиши васеъи забонҳои хориҷиро аз ҷониби омӯзгорони пуртаҷрибаи хориҷиву ватанӣ ба роҳ мондааст ва хоҳишмандон метавонанд забонҳои англисӣ, хитоӣ ва русиро дар муддати кӯтоҳ аз худ намуда соҳиби сертификат гарданд. суроғаи мо шаҳри Душанбе, кӯчаи Нусратулло Махсум 156, бинои Тоҷ, ошёнаи 3. рақамҳо барои тамос 232 42 33 98 522 49 89. با شرف دیگه بخوندن اومدن شما محله رو دست شما یک روزی آرام ندارم. марҳамат. биё рафтем. дар дарун аст? бале, шуморо интизор аст.
خوش آمدید جناب جهید. خوش باشد. خوش آمدید خانم. سلام. مرحمت، دکان در اختیارتان. من در قفا می شوم. کمتر پس می آیم. کنی سلاحت رو انتخاب نمو تا که من با نشان گرفتن رو بیاموزانم. وقتی که اولین بار گفتی باور نکرده بودم. من هم با این کاری کردم باور نمیکنم. لیکن با برابری نگفتنم چی ها شد دیدم. دیگر من تو رو در حالت ناگوار نمیگذارم. من هم دیگر تو رو گوش نکرده نمیگویم. حالا باشد من تو رو تنها میگذارم تا که به ملال انتخاب نمایی. میدانی که سراسی من نیستیم. فهمو. آدمی که میجوید در اینجا است. برابر زنگ زده خبر دادنت به بندر زنگ زده همه را یادرس نمودم. او از من سلاح گرفته بود. با کشتی گفته اتان 2 مراتب رفته آمده است. همین خیل گوش کن. حاضر من دهانت رو میکشایم لیکن داد نمیزنی. تنها با سوالهای دادم جواب میدهی. فهمیدی؟ در آن کشتی چی بود؟ نمیدونم اکا. آن آدمان به استانبول چی آوردند؟ نمیدونم اکا. اگر گپ نزنی سخت پشیمون میشوی. ما هیچ چیز رو ندیدیم اکا. ما تنها قوطی‌های خرد رو که به طیاره‌مان آمد کشاندیم اکا. با کجا بردند؟ از پیش چشم ما پریده ناپدید شدند. عموما ندیدیم. اینو بکار تو چی رو میدونی؟ به کشتی آدم ها رفته می آمدن. همه اشان با زبان ترکی گپ می زدن. ولی به فکرم خارجی ها بودن. به من پلیس یاد دادن و از من سلاح خواهش کردن. داد و گرفت کی می شود؟ بگاهی زنگ می زنند که. در کجا وا می خورید؟ هر کجای شما خواهید همانجا وا می خورید. آفرین. من برای بردنش یگان کس را روان میکنم. امانتتان در دست من. سلامت باش. عباس چیکار کردی؟ با قرار اومدی؟ جاهید میرویم از اینجا. یگان گپ شد؟ من در اینجا خودم رو در جنگ حس کردم. با من سلاح در کار نیست. تنها میخواهم که کودکان را از سلاح دور سازم. مایلش رفتیم.
ممکن است در طرف راست فرایم. بیدار شدی؟ فکر کردم که بیدار شدم، ولی برابر دیدن شما میخواهم که باز خواب روم. میدانستم که در پشت این کار شما ایستاده اید. برای چه مرا دزدیدید؟ از پای رسکن با خوردن داروهای دادت هنگام مسابقه خواب کردند. غمگین نشوید. خیر، اسبها یک استراحت کردند. شاید در مسابقه آینده غالب میشوید. در آینده مسابقه نمیشود. رسکن همه اسبهایش را از آنجا روان کرد. گوش کنید، من هم قمار بازی کردم و بای دادم. شما هم بازی کردید و بای دادید. چنین حالات ها میشوند. با نتیجه هایش تن دادن را باید بدانیم. رسکن با تو هم فکر است. دیمیتری، دستانش را کشای بیار. من در کجایم؟ تو دور از خطری. تو زنده ای؟ دادرم تو رو مرده است گفته بود. تنها یک مدت. بسیار خوب، مرا با حجرم ببر. تو را با آدمی مهم شناس میکنم. من بعد با ما کار میکنی. من کار کردن نمیخوام. لابراتوریا ها مرا ویران میکنند. همه‌اش زیر نظارت است. ما تو را با ماده ها میسنجیم. نمیشود. من نصیحت شدم، تکرارا عقلم را از دست دادن نمیخواهم. مزه این را بیچش بعد گپ میزنیم. این را با من نشان نده. تو چیکار میکنی؟ معلومات بازار را از نظر گذرانیدم. میدانم که این مالی بهترین است. این چی است؟ بسیار نگران شدم. این مال کیست؟ در روزهای نزدیک شناس میشوی. خوش آمدی. میبینم که زحمت کشیده تا با اینجا آمده ای. مشکلی جدی داری چی؟ بسیار جدی می باشد. برای گفتن مژده ظفر آمدم. اگر آن کارها آسان میشد ما در کوه پریشان نمیشدیم. این دفعه دیگر است. درفش سیاه به تجارت سلاح و مواد مخدر ضربه سخت زد و خورده گناه را به آدمان خود وادار کردم. تا حال به من باوری دارند. آنها را نزد تو آورده میتوانم. نه، نمیخواهم. لازم نیست. برای از آنها خلاص شدن فرصت به دست آمده آزن. چطور این فرصت رو رد میکنی؟ ما با این احوال با درفش سیاه ضدیت نشان دادن نمیتوانیم. این چی گفتنی گپ؟ از درفش سیاه شما اینقدر سری ترس دارید؟ ما از کسی نمیترسیم.
در یوکسکو و تلفات زیاد دادم و در این جایها باشد دیگر تلفات دادن نمیخوام. فهمیدی؟ فهمو من تکلیف کردم. آن طرف اختیاری توست. رفتیم. میرویم بچه ها. جناب با کجا میرویم؟ برای پیدا کردن شخصی که از اینجا درفش سیاه رو نابود کرده تواند. مناسبت خوبی سایهون با درفش سیاه تو را فریب نکند یورگن. قبیله خصوصیت‌هایش را برای برابری از دست نمی‌دهد. امیدوارم مثل مروان در آخر راهش را گم نمی‌کند. ما تعقیبات را دوام می‌دهیم. با فهمیدن نیتش به حرکت می‌درویم. پس بر ضد درفش سیاه یگان کار نمی‌کنیم. اگر از کشاندن باری دوم خبردار شود چی؟ گوش کن یورگن، با حمله سخت نمیخواهم که علمدار را به زمین های وارد سازم. در استانبول با تدبیر میشویم و به انتقال مال ها مانع میشویم. باری دوم پس از یک هفته به مرمر میرسد. فینیکس آنگاه آماده میشود؟ شخصا من به دوستم یوسف باور میکنم. این فرصت مناسب را از دست دادن نمیخواهد. امیدوارم خطایی نمیشود. درباره قمار گپ زدی. راسکولن بار آخر با تو بازی میکند. پهلوان مغلوب شده از گشتن سیر نمی شده است. من آماده. تنجی است؟ با من تخمین بازی میکنی؟ یکی داروی زهرناک، دیگری ویتامین. انتخاب کن. بیا کنن. پدرم در کجای اندکه؟ کار داشته است. کمی پس می آید. موضوع چیست؟ یا اینکه تو هم مثل پدرم برای اولیدار شدن قرارت رو بیان میکنی چی؟ بسیار حیران می شدی. در این بابت کسی مرا مثل فهمی قزوزاده به حیرت نمی آورد. به فکرم قراری درست است. برادر تو چرا اینقدر راحت هستی؟ اصلا تو چرا اینقدر ناراحت هستی؟ آخر حتی کی بودنی آن زن را نمیدانیم. اوید فهمی قزوزاده سخن میرانیم. به فکر در این بابت به قرار نادرست می آمده باشد. شاید که او عاشق شده. با کی بودنی زن اهمیت نداده باشد. این کاری پدرمان است. لیکن باور نمی کنم. پدرم به هر کس سخت عاشق نمی شود. میبینید تو این طور میگویی، ولی برابر دیدن آن زن باز پدرم را برای آیله دار شدن مجبور نکنی. یا تو فکر میکنی که پدرم از کارها دور میشود و من شرکت را مفلس میکنم؟ البته این هم درست است. قماندان، این را به شما فرستادند. خبر گرفتیم که امشب در بزرگوی شمال در حجم کلان مواد مخدر وارد می شده است.
این گذارگاه هم به زمین ترکیه میبرد. گروه برای عملیات آماده شود. خوب شده است قماندان. به خبری که این آدم آورد باور میکنیم؟ شاید دروغگوی محض است، لیکن آدم درست باشد از دست دادن نمیخواهم. تو چی میگویی؟ اطاعت قماندان. رفته میبینیم. اکنون با این گزارش آدمی از محبس فرار کرده کیست؟ زرکاف گفتنی یک شخص. چه کار میکرده است؟ هنگام عملیات حبس شده است. در استحصال مواد مخدر فعالیت نیز میکرده است اکا. کسی به این احتیاجمند شده است؟ اکا اگر مواد مخدر با کشتی به استانبول آمده باشد، باز این آدمان چی را استحصال میکنند؟ شاید مال آمده اشیای خام باشد، نه اشیای تیار. خانم انادالو برای استحصال دارو فعالیت داشتن گلگه را گفته بود. این آدم را آنها دزدیدند. برای این را گفتن یگان اثبات نداریم. اگر درست باشد پیش از استحصال زهر نو باید آنها را پیدا کنیم. کینان چی میگویی؟ به فکرت این کار رو کنیم؟ به خدا که برادر مرا به هیجان آوردی. خیر اینطور باشد من راضیم. بخیر است. از چی باشد که بسیار خرسندید؟ البته با شرافت شما. خیر پسری کی هستیم آخر؟ مرحمت گذارید پدر. امروز با فردیناند واخوری داشتید. چه خیلی گذشت؟ من و کینان هم در این باره سخن می‌راندیم. با ما یک کار پیشنهاد کرد. یک لایحه بزرگ را با ما عملی کردن می‌خواهد. تیاره هایی که به سرنشین اداره میشوند. چه خیلی یعنی؟ محصولات ارتش روسیه می باشد، لیکن تا حال روس‌ها هم نسنجیدند. فردیناند میخواد که پروتوتیپ دزدیده‌اش را در فابریکه ما استحصال کند. برای جنگ کردن یگان راه دیگر نیافته است. لازم نیست که برای این تیاره به صدمه دچار شود که سرنشینش روس باشد. اگر جنگ کردن خواهند به سرنشین تیاره به صدمه دچار شده اعتبار نمیدهند. در عقل تو چیزی هست. من حس کرده ایستادم. کنی نقل کن. تو را گوش میکنم. به نمونه آورده فردیناند تقلید کرده مارکه خود را استحصال میکنیم که روس‌ها درک نخواهند کرد. خب و فردیناند بر عوض این از ما چی میخواهد؟ برای بارهای خود مقدار معین استحصالات اول تیاره را میگیرد. ولی خاطر نشوید، اینش را نیز فکر کردم. اگر تیاره ها غیر قانونی دستگیر شوند هیچ گاز فابریکه ما بودنش معلوم نمی شود. اینطور باشد برای کینان کار بسیار می شود. من از حاضر به کار شروع کردم پدر. میخواستم که موتور و قسم‌های الکترونیش از استحصالات محلی تامین شود. کینان به تو گفتم که برای استحصال محلی حالا بر وقت است. هم نمیگذارند که ما این کار را کنیم. میدونی که بیرق در دست دیگران می باشد. یوسف راست میگوید. برای همین به طلبات اعتبار داده فعالیت کنید. میلش اکنون اداره در دست شما. پدر، شما به فکرم اویدی اویلدار شدن جدی هستید. یعنی به پرسجو به چنین قراری مهم آمدید. پرسجو نمی کنم برای آنکه کرسی را به آدمی باورناک سپاریدم.
افسرهای سوپرت اینها؟ این حرکت ها را تو هم کرده میتوانی. حتی اندکی کوشش کنم من هم کرده میتوانم. افضلیت را با دیدن درک نخواهی کرد دوستم. من چی را ندیدم؟ این آدمانی دیده طول 4 روز است که نه خوراک خوردند و نه خواب کردند. وظیفه اجرا شد. شخصی که انتظارش بودم آمد. زرکوف، این گلگی است که به تو نقل کرده بودم. شخصی می باشد که برای کار کردن تمام امکانها را فراهم آورده ماده خام را دائم و تأمین می نماید. به دست من مالهای بیاخیر میده، درست؟ عیناً همین طور. خیر، برای شما چیکار کنم؟ یک کار ناپوره را باید به انجام رسانید. اوید به چی فعالیت میکنید؟ اوید این آدمان فعالیت کرده ایستاده‌ایم. دوره را استحصال کردیم که قوت و تواناییشان را پرزور میکند، اما چندی از آنها در آخر ماه به سکته دل دچار شده وفات کردند. برای به نقصان کردن دارو به شما احتیاج داریم. فهمم. که بینم چی ها را انجام داده اید؟ جناب دکتر به شما معلومات میدهد. بسیار خوب. مانده شده باشد مرحمت. رفته استراحت کنید. تو چی فکر داری؟ دوست دیرینم. یک چیز رو نفهمیدم. پرس آریه. در اینجا نیروی و توانایی آدمان را زیاد نموده ای. هنگام خیانت بر ضد خود چی می شود؟ آنها به من خیانت نمی کنند آریه. برای آنکه آسیا آنها را مخصوص تیار کرده است. اینها فدایی تیار کرده آسیا می باشند؟ یس. همه‌شان تا دم مرگ به من صادقند. با وعدهش ایستادن آسیا را فکر نکرده بودم. فکر میکردم که از تو نفرت میکند. آسیا استا می باشد. پولش را گرفت، کار را اجرا کرد. یک نفر در ماشین ایستاده است، در چنبرک ماشین. من هر دوی اینها را حل میکنم. تو او را به عهده گیر. باید یک نفرشون زنده ماند. با من نگو، خودت را فکر کن.
شما رو پرانده نمیخواهم. تسلیم شوید، صحبت نکنیم. با اینها با زبانی خودشان گپ میزنیم. جاهید، این آدم هم میمیرد. نمیمیرد. نمیمیری ها؟ مردن نمیخواهم. آفرین جوان، تو با ما در کار هستی. من رو نجات دهید، به شما همه اش رو میگویم. تو حاضر گپ زن. من با تو وعده میدیم که نبیره هایت رو هم میبینی. مرد کو؟ حالا نمرده است. بیا این را میبریم. لبای مکان آماده است، تو را انتظاریم. فهمو. مرا در اینجا انتظار شو. خوب جناب. جناب یوسف خوش آمدید. شناس شوید، جناب جواد یوسف قزوزاده. خوش آمدید. خیلی شدم. لطفاً بشینید. جناب جواد به شما یاری میدید. تشکر جناب میته. با شما چه خدمت کنم جناب یوسف؟ میخواهم که قوطی رقم 46 را بکشایم. البته. مرحمت. آنچه را میجستی یافتی؟ برای یاریت منت دارم جناب میته. نیت نیکت را اثبات کردی. من بعد باوری دارم که دوستم هستی. بسیار شادم که در آخر این را فهمیدی.
جناب جواد تشکر. نمیارزه. زینب آغوست تولد کرد. کودک‌ها عوض کرده شدند. یوسف در قیدها یوسف قزوزاده قید شد. امروز یک جایه با فهمی به بیمارخانه آمدند. کودک سالم می باشد. با پدر و دادرش مناسبتش خوب است. فهمی آنها را دوست می دارد. یوسف امروز در لندن در درس اولینش اشتراک کرد. جوانی ایدئالیست است. دیروز تا سحر در کتابخانه بوده. من بعد با یوسف نزدیکتر می باشیم. یوسف را به کنسولگری لندن بردم. جناب اسلنکبی در آنجا بود. خودش را نشان نداده یوسف را تماشا کرد. یوسف پگاه برای جشن گرفتن 16 سالگی کنان به استانبول می آید. در روزهای نزدیک بحران وهاب قزوزاده با انگلیس ها را می دانیم. شبانه باید با تدبیر باشیم. لندن. یوسف به خانه ام آمد و آید آیله‌اش گپ زد. بسیار خاطر پریشان است. این سحر از لندن به استانبول آمد و در فرودگاه با عذره واخورد. لندن شبانه واخوردیم. به من نقشه های در کشورش به عمل می آوردهش را نقل می کرد. عشق وطن از چشمانش در کرده می شود. تو رفت به پدر حقیقیش مانند شده ایستاده است. راست کن، باز چقدر انتظار می شود؟ مایلت همینش را می گیرم. باز مغلوب شدید. انتخابم با ویتامین راست آمد. من از روز تولد با بختم. جای مال همینجا است. کوردینات ها همینجا رو نشان میدهند. شما با این را تا آخر روید. با کسی زد و خورد نکنید. شما باشید با من از این طرف میروید.
дигар пеш намеравем. ایستد. اینها آدمان ما هستند. تو کیستی؟ سلاحهایتان را گذارید وگرنه رفیقانتان کشته میشوند. سلاحهایتان را پرتایید گفتم. من قماندانی در کریور می باشم. از حاضر اگر به گفته هایم اطاعت نکنید امری پروندن را می دهم. من بعد همتان اسیری در کریور می باشید. سلاحهایتان را گذارید. بیا. چه شد جاهید؟ آقا پیش از مردنش گپ زد. جای کشانده شده مالها رو فهمیدیم. بسیار زیبا. اینها از آنی من. چطوره که خواهی کار کن. اگر اجازت دهی برای استفاده خصوصی به کار میبریم. دیر شدن معالجه را نمیخواهیم. همین طور نیست در کاف؟ البته. کی میتوانم به کار شروع کنم؟ خود حاضر. اوکی.
ایستد گفتم. اینجا انبار مواد مخدر نیست جایی. آکا ما به کجا آمدیم؟ بعد از انتظاری‌های بی‌پایان، عاشقان ترانه‌های آوازخوانان محبوب کشور، طالب عبدالله و جعفر جلال، مادر از دنیا بیرفت و من گدای، برای هواداران ایجادیاتشان گلچین ترانه‌های عاشقانه و وطن پرستانه با نام فرزند نور را تقدیم می‌نمایند. شما می‌توانید روزهای نزدیک از تمام نقطه‌های فیتافروشی دسترس نمایید. از تقدیمات استودیوی نورانگیز. السلام علیکم اپاشکا. و علیکم برسلام. میبخشید من اپای شما نه. فیلمی مسحکوی فیلم دوست. 5-5شون هنر. انا پیش شما هممون را سود بکنم. فیلم باوری، تعجب، خنده و یک جهان حجف. در فیلم مسحکوی فیلم دوست در نقش های اساسی الهام جانی شده با تخلص مگم با مونس ابراهیم ایستال باشما چقدر زیبا و جورخان سفرف دویدن گوساله تا کهدان عاقبت گپی دروغ را یک جایی تماشا میکنیم. فیلم مسحکوی فیلم دوست با نزدیکی از دکان‌های فیتافروشی میتوانید دسترس نمایید. تولی این خانه رو بی تلفن ها 905 33 64 42 و 93 856 56 63. ایر پروداکشن پیشنهاد میکند. گروه پروفسیونالی با نوارگیری توی داماد و عروسی، کنسرت، کلیپ، реклама,
фармоиши мошин яъне кортеҷ фароҳам аст. таҷҳизотҳо, вертолёт, кран,